أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چشد هر نفس آخر شربتی مرگ، ز هر نخل بریزد عاقبت برگ. در سینه بجز آه نمانده است دریغ، جز راه عجل راه نمانده است دریغ. در خرمن درباد شده عمر عزیز، حاصل بجز از کاه نمانده است دریغ. ای مرگ هزار خانه ویران کردی، در ملک وجود غارتی جان کردی. هر گوهر قیمتی که آمد به جهان، بردی و به زیر خاک پنهان کردی. برادران عزیز، این لحظه من و شما جنازه خواهر را میخوانیم که مثل گلی نوشکوفته پژمرده شده خزان شد و از این دنیا به سوی آخرت بازگشت کرد. این خواهر ما این لحظه در سین 17 سالگی تا 18 سالگی اون ندای که ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، لبیک گویان به سوی پروردگار بازگشت کرده است. وقتی که من و شما در این مراسم ها، یعنی در چنین حالت جنازه جمع می آییم و برای ادای جنازه شخصیت وقتی حاضر می شویم و می بینیم که نفر در بالای این چارچوب خواب است و به زبان خاموش به سوی آخرت بازگشت دارد، ما باید از این منظره، از این لحظه، از این مراسم یک عبرت خوبی بگیریم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می فرمایند که کفا بالموت واعظا، این مرگ یعنی این میت در بالای این چارچوب وقتی خواب است، این برای شما واعظ است، نصیحتگر است، پندهنده است. این لحظه این خواهرمون با این زبان خاموش به سوی ما فریاد داره که ای انسانهای جوان به جوانی خود مغرور نشوی، فریب نخوری. ای دارنده ها به دارندگی خود مغرور نشوی. ای اهل علم ها و سردارها و کلانسال ها و سرداری و کلانسالی خود مغرور نشوی. این دنیا به شما وفا نمی کند. آخر مثل من بر این به دل پر حسرت و جسم زهر و زردار از این دنیا به سوی آخرت بازگشت می کنید. و دلها حسرتی بسیار بردند، از این دنیا کاسه آبی نخوردند. این بی‌وفایی دنیا است برادران عزیز بزرگوار. هر کدام من و شما یک روز مثل این خواهر منبرین به سوی پروردگار بازگشت داریم. مرگ حق است، بخواهی نخواهی یک روز از دنیا می روی برادران عزیز بزرگوار. اما چی نوع از دنیا می روی؟ آیا وقتی که از دنیا می روی در کدام حالت هستی؟ از دنیا همه پاکیزه و صالح نمی روند. از دنیا همه به سری بلند و خوشبخت نمی روند. از دنیا یک گروه انسان به عزت و به حرمت، خالی از گناه، به عبادت و بندگی به سوی پروردگار به سری بلند بازگشت میکنند. اما یک گروه دیگر شرمنده و بی آبرو به کوه گناه بر روی سیاه بازگشت میکنند. برادران عزیز و بزرگوار، خدای نخواسته بعد از سفر این خواهر نوبت یک کدام من و شما باشه. آیا ما در کدام حالت هستیم؟ آیا به کدام دیده و رو، به کدام جسم و بدن، به کدام حالت و عمل به سوی پروردگار بازگشت میکنیم؟ یک نوع زندگی داشته باشیم که در عبادت و بندگی خدا، یک نوع زندگی داشته باشیم که وقتی که ما بازگشت میکنیم الله ما را در بندگیش قبول داشته باشه. الله ما را دعوت کنه بگه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، یعنی به سری بلند به دعوت الهی بازگشت کنیم. عزیزای خدا یک مقاله زیبایی دارم، میگوین ای انسان، روزی که به دنیا را آمدی
از روی تولدی تو تمامی خویش و تبار و نزدیک ها خرسند بودند، خندان بودند. چقدر شاده بوده که طفل به حیات، یعنی در اولادی ما در قبیله ما به دنیا را آمد. همه گریان بودن، اما همه خندان بودن، اما تو گریان تولد شدی. در اصل واقعا وقتی کودک تولد می شود گریان تولد می شود. دوستای خدا می فرمایند ای انسان یک نوع زندگی بکن فیروزه که از دنیا می روی همه گریان باشن و تو از دنیا خندان بروی. برادری بزرگواری من، اگر من و شما انسان صالح باشیم، خوش اخلاق باشیم، بنده خوب خدا باشیم، وقتی از دنیا رفتن ما تمامی یعنی هستی برای فراقی با گریه میکنه. اما ما وقتی که الله ما را دعوت کرده است، به تعبیر مولانا میگه با ملائک روح پاکش جانبی رحمان برفت، جمله گریانیم و او خندان برفت. یعنی وقتی الله دعوت میکنه که بگرد به سوی من بیا، الله وقتی دعوت نامه برای تو را میفرسته، مرگت برات مصیبت نیست، مرگت برات روزی خرسندی و شادی هست. از رنج و مشقت درد و داغ دنیا خلاص شده و سوی جوار پروردگارت بازگشت کرده ای. به این خاطر برادران عزیز و بزرگوار، مرگ حق است، مردن حق است. یک روزه نه یک روزه من و شما هم سفر داریم. باید همه وقت همیشه برای این سفر آماده و تیار باشیم. همه وقت همیشه این سفر یعنی منتظر باشیم. اگر صالح باشیم، اگر بنده خوبی خدا باشیم، انشاء الله رب العالمین به سر بلند و به آبرو بازگشت میکنه. اما خدای نخواسته اگر یعنی انسانی بد و ناخوب و ناپاک باشیم، از این دنیا پر حسرت می رویم. از این دنیا یعنی از جمله شخصیت های یعنی فجار و بدبخت می رویم. آبادی دنیا اعتبار نیست برادران عزیز، آبادی آخرت اعتبار است. در این دنیا اگر هر نوع زندگی کنی برای تو میگذره، خوب است، بد است میگذره، اما حرکت کردن در کار آخرت آباد کردن در کار. خوشبختترین شخصیتی است که در این دنیا آخرت آباد میکنه. از که مولوی جنونی میفرمایند کشا بحر خدا دو چشم عبرت، ببین در خاک درهای نبوت، کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک، که آخر رفت به زیر پرده خاک. کجا شد عاشقانی سینه بریان، کجا شد عارفانی دیده گریان، کجا شد عالمانی بحر دانش، خوش آوازان بلبلوار خوانیش، کجا یوسف رخانی ماه پیکر، کجا شد صفشکن شیران سرور. ببینی جمله را در پرده خاک، چرا چون گل نی با سینه چاک. برو باره به گورستان نظر کن، به حال اقربایان نظر کن، چی میگویند دانایان خاموش، بگیر عبرت از آن جمعی کفن پوش. برادری بزرگواری من و شما اگر از مرگ این خواهر عبرت نگیریم، دیگر چیز ما را عبرت نمیدید. هر روز ما یعنی جنازه میخوانیم، هر روز ما میت و مرده میبینیم. عجب رسمی است رسمی آدمی زاد، که جانش میرود باور ندارد. باور نداریم که یک روز دیگر نوبت ما میشده باشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک وکاله داشتن، گفته ای عمر هر روز میشنوی که فلانی مرد فلانی مرد فلانی مرد. ایره انیق بودن که روز حتما نامی تو را میگیرن، مردم میگن عمر مرد. من و شما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، حتما یک روز نامی ما را میگیرن، میگن عبدالقادر مرده است، فلانی مرده است، جنازه هست. به همین خاطر همه وقت همیشه برادران عزیز بزرگوار برای این سفر آماده و تیار باشیم. بعد از اینکه ما از این دنیا می رویم برادران بزرگوار، هر انسانی که مرد قیامت وی سر می شود. هر انسان وقت دلحد می گذارد از وی پرسیده می شود من ربک ما دینک من نبیک. ربی تو کی است؟ در دنیا کی را عبادت می کردی؟ بنده کی بودی؟ بنده شیطان و نفس دنیا یا اینکه بنده الله رب العالمین؟ در کدام دین بودی؟ کدام دین حکم و قانون شرعایه میکردی، عمل میکردی؟ من نبی و پیغمبرت کی است؟
کدام پیغمبر پیروی میکردی؟ اگر من و شما برادران عزیز بزرگوار امروز عبادت و بندگی کرده باشیم، اون لحظه میگیم ربی الله، ربی من الله است، دینی الاسلام، دینم اسلام است، پیغمبر و محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. اما انسان نکرده باشه، وقتی میپرسد میگه لا ادری، نمیدانم، بنده کی بودن من نمیدانم، چی بودن من نمیدانم، از قفای نفس و شیطان و دنیا میدویدم، گاه نماز میخواندم. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، سخن دراز نکنیم، وقت سرد و خنک است. از مرگ این خواهرمون باید ما درس عبرت بزرگ بگیریم. در آخر برای تسلای دل برادر بزرگوارمون اکی میرم به یک حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخونم. پیغمبر بزرگوار فرمودن که حدیثی قدسی بوده، الله رب العالمین گفته ما جزاء عبدی اذا اخذت صفیه من اهل الدنیا و صبر و احتسب الى الجنه. رب العالمین گفته هر بنده ما که وقت یک عزیز از حیاتش میگیرم، در برابر این مصیبت من راضی باشه، صبر کننده باشه و از من امید ثواب کنه، من برای او جنت نصیب میگردانم. خداوند بزرگوار برای برادر بزرگوارمون در این مصیبتی میان شکن و جانسوز خداوند صبر جمیل اجر جزیل نصیب فرما. پروردگار بزرگوار اون وعده ای که حتی روایتی از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن خداوند حضرت عزرائیل علیه السلام امر میکرده که فلان بنده من برا فرزند ش قبض روح که جانش بگیر، اکی میرم بگه برا دختری عزیز یگانه جگر گوشه ش قبض روح کن. وقتی ملک الموت می آمده است قبض روح میکرده است، بازگشت میکرده، رب العالمین میدیده که برادر ما غمگین است، میوه حیات از دست داده است، جگر گوشه را از دست داده است. رب العالمین وقتی میدیده بنده چقدر ناراحت است، حضرت ملک الموت عزرائیل علیه السلام خطاب میکرده، میگه ای عزرائیل، میگه ای ملک الموت، بنده من غمگین گرداندی، میوه حیات از وی گرفتی، دلش پرخون کردی. حضرت عزرائیل میگه ای پروردگار، من علاج نداشتم، امر و دستور و فرمان تو بود. رب العالمین میگه بنده من چی گفت؟ در برابر این مصیبت چی میگفت؟ رو میکن، مو میکن، سر میزد، جزع و فزع میکرد. ملک الموت میگه پروردگار، نه این بنده یک جمله میگه الحمدلله، خدا را شکر، انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بنده خدا هستیم و آخر همه به سوی خدا بازگشت داریم. الله رب العالمین دستور میداد از میگفت در جنت یک قصر به نام این شخصیت بنیاد کنه و در بالاش نوشته کنه که قصر صبر، قصر شخصیت هایی که در مصیبت صبر کردن، یعنی در برابر صبر کردن این مصیبت خداوند برای چنین شخصیت ها خداوند وعده کرده است که در جنت ان شاء الله قصرها بنیاد بکنه. خداوند از اون قصرها این یعنی برادر بزرگوارمون نصیب بگردانه. آخر دعا کنیم که خداوند بزرگوار سفری دوری دراز این خواهرمون سهل و آسان بگردان، زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگارا از حیات دنیا چیزی ندیدن، خانه آخرت چه آباد بگردان. پروردگارا بار الها شب اول شب براش آسان بگردان، برای اهل بیت صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرما. اکنون دیگر ای که بالای هر انسان حق الله هست و حق العباد، دو حق است. حق الله این خواهرمون از عبادت و بندگی چی کمبودی داشته باشه حوالش به خدا میکنه، پروردگار بسیار بخشنده مهربان است. اما حق العباد گفته نمیشه شما پدر بزرگوار شو و عمکیش و برادرها و دوستایش که اینجا هستند، کسی را اگر آزار داده باشه، سخنی بد ناجایی گفته باشه که سبب یعنی ناراحتی شما شده باشه، خواهش میکنیم ببخشه. خداوند بخشنده ها را دوست میداره. خیلی سفری دور و دراز پر خطر داره این خواهری ما، از حقش بگذره ببخشه. و از کسی هم چیز قرضیدار باشه و حجت شاهد بیارن، انشاءالله پدر بزرگوارش و برادرهاشو هستن و گردن میگیرن، انشاءالله ادا میکنن. آخرا بازم دعا کنیم که پروردگار سفری آخرت به خیر بگردانه. این مرگ جوانی را براش مرگ شهادت بگردان. پروردگار خانه قبرش آباد بگردان، زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگار بار الها هر چیزی که رضای خود است برای این خواهر ما نصیب بگردان، از قهر غضب و در حفظ امان و نگهش بدار. پروردگار این جمعیت ما را وعده که پیغمبر بزرگوار قراد گفتن براشون نصیب فرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و